و گفتن که حتی بعضی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه کردن؟ گپ زدن و گفتن که از خدا بترس و عدل کن. و از این فهمیده میشد که خوارج به یگان پادشاه قطعی قانع نمیشه. یعنی پادشاه اگر از همه دیده عادل ترین هم باشه باور چی نمیشه؟ باور قطعی مثلا مناسبت نمیکنه و یا برضدش حتما گپ میزنه. و همچنان برضد حضرت علی رضی الله عنه خواستن. حضرت علی رضی الله عنه را چی گفتن؟ یا علی این الحکم الا لله. ای علی حکم نیست مگر از چی؟ از الله. از الله. حضرت علی بر قانون الله حکم میکرد، با قانون الله زندگی میکرد. لیکن خوارج فکر میکردن که وای با قانون الله قطعی چی نمینه، عمل نمینه. برای همین حضرت علی هم یک سخن داره که میگه که اینها خوارج میگه که سخنشون حق است. سخنی که میگن که بر قانون خدا عمل کردن طوری گپ میزنن، لیکن مقصدشون چی است؟ یا اینکه خواهششون باطل است. سخن حق لیکن خواهش باطل، یعنی فساد میکنن بعد از این گپاشو. اگه وقتی که حضرت علی میدونست که اینو با پیغمبر خونی نشدن، پیغمبر گفتن که از خدا بترس، العیاذ بالله، و عدل کن. وقتی پیغمبر که عدل نکنه در پیش خوارج، ازنش دیگر یگان انسان عدل نمینه. این یکم صفت خوارجه که بر ضد حاکمو چیکار میکنن؟ میخپن. و این رو پیغمبر خودش گفت. وقتی که همین ذوالخویسره گفتنی آدم همین گپا گفت، پیغمبر که وقتی که گفتک، حضرت عمر گفت که پیغمبر خدا اجازه بدید تا اینکه گردن این منافق رو بزنم. حضرت عمر پیغمبر همین گپا گفت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و گفت که نه، صلی الله علیه و این مان اگر این را گردنش رو گیریم، اکثر مردم اوضاع میگن که محمد امت خودش کو کرده است، کشته شده است. از قفای همین میگه آدم‌های میبروین که یعنی از نسل همین، از همین میگیم پیروای همین انسانای میبره که قرآن میخونن، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. قرآن رو میخونن، قرآن از حلقهاشون پایان نمیره. یمرقون من الدین، از دین خارج میشون. خیلی که تیر از تیر غولک چیکار میکنه؟ خارج میشه. پیغمبر اینا رو خوارج گفته که یکم طایفه هست که چی؟ پیغمبر اینا رو گفته که هست. حدیثای بسیار درباره خوارج اومده. بعد دیگر صفت از خوارج این است که حضرت عبدالله ابن عمر میگه که آیه‌هایی را که خدا درباره کافرات بیان نازل کرده است، کافرای مشرکای دامو قریش و مشرکای همون زمان پیغمبر، یا که عموما مشرکا را آیات‌هایی که الله چیکار تنقید کرده است، آنها را چی میکنه؟ حضرت عبدالله ابن عمر میگه که آنها را در سر مسلمان ها میزنن. حالا ببینید در همین اینترنت هم هستن، یگان انسان ها قطعی کار ندارن، فقط گپشون بر سر مسلمان ها گپ زنن. یا مثلا ملاهای مثلا مسلمان ها هر گپ میگن، یا که عموما عوامای مسلمان ها مشرک میگن، کافر میگن، هر گپ میگن. این هم یکی از صفاتهای چی است؟ خوارج است. و دیگر از همین مقصد رفتار خوارج این است که با گناه کلام قطعی انسان ها را چی میگن؟ کافر میگن. با گناه کلام قطعی انسان ها را کافر میگن. ما مثال مسلمان های اهل سنت به این اعتقاد هستیم که انسان با گناه کلام قطعی گناهگار میشه، با همون طوری که گناه کرده است پیش الله جواب میده، الله بخواه میبخشش، نخواه عذابش میکنه. لیکن بعد از همون عذابش چه میکنه؟ جنت میره مسلمان. اما خوارج این رو نمیگن، میگه وقتی که انسان گناه کرده وای چیکار میکنه؟ کافر میشه. در زمان امام اعظم رحمت الله علیه همین خوارجو به حد بسیار بودن. میگه یک 40 نفر از خوارج به نزد امام ابو حنیفه اومدن. در مسجد بود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اومدن گفتن که در همین در مسجد، در بیرون در مسجد دو تا جنازه هست. دو جنازه هست. یک تاش مرد هست که شراب نوشید و مست شد، توبه نکرده از دنیا گذشت، یعنی مرد، توبه نکرده گذشت. دومش زنی هست که زنا کرد و از زنا حامله دار شد و چیکار کرده؟ هم خودش رو، یعنی هم اونی که در بطنش بود، اون جنین رو چیکار کرد؟ کشت، یعنی نفسش کشت.
یعنی زنا کرد، حامله دار شد و خودش کش وقت خودش هم خودش میبره هم کی هم کودک. برای امام اعظم گفتن که همینا کی هستن؟ یعنی از امام ابو حنیفه پرسیدن که کافرن یا مسلمان؟ سوال خوارج واسه امام اعظم. امام اعظم مردی ذکی و دانا بود. مثلا فهم داشت، میدونست که با این مردم احمق خطی خیلی معامله کنه. اگر میگفت که اینها مسلمانن، گردن ابو حنیفه رو شاید میزدن شمشیر. 40 نفر شمشیر رو در دستش بدن. اگر میگفت که کافرن، در عقیده خوارج میگرمد، یعنی موافقت میکرد اون فکر عقیده و فکر عقیده خوارجه. ابو حنیفه گفت که آیا همین دو کسی که شما گفته یهودیان؟ سوال شد در خوارج را خودشون. اینا گفتن که نه یهودی نیستن. بعد گفت آیا همین دو کسی که شما گفته نصرانیان، خریستیانن؟ خوارج گفتن که نه خریستیان نیستن. ابو حنیفه سوم بار سوال داد که همین دو کسی که شما گفته اینا مجوسیان؟ خوارج گفتن که مجوسی هم نیستن. بعد امام اعظم پرسید، گفت که خیر یهودی نباشن، نصرانی نباشن، مجوسی نباشن، پس کیان؟ بله کیان؟ بعد این خوارج گفتن که کسانی هستن که لا اله الا الله محمد رسول الله میگن. ابو حنیفه رحمت الله علیه اینو را پرسید که خیر همین لا اله الا الله رو که میگن چند قدری از ایمان است؟ یعنی از همین ایمان چند حسی است؟ از 3 یک حسی ایمان است، از 4 یک حسی ایمان است، یا که از 5 یک حسی ایمان، نصف ایمان است؟ چند قدر همین لا اله الا الله؟ یعنی اگر انسان لا اله الا الله بگوید وای نیمی ایمانش مقصد چی میشه؟ نیمی ایمان میاره و نیمش نمیاره، یا که 50% ایمان میاره یا 60% ایمان میاره، چند قدر؟ بعد این خوارج فکر کردن که ایمان همه خیر انسان که لا اله الا الله گفت وای چی میشه؟ مسلمان میشه. بعد اینا میگن که همش. بعد امام ابو حنیفه میگه که وقتی که شما خودتون اقرار داره که اینها مسلمانن، پس سوال شما برای من چی مقصد چی میخواد؟ از سوال دادن من چی میخواد بفهمی؟ اینها میفهمن که خطا کردن. اینا چی هستن؟ خودشون با زبان خودشون اقرار کردن که اینا چی هستن؟ مسلمان هستن. حالا که میخواستن که امام ابو حنیفه چی شو بگه؟ کافر شو بگه. ببین امام ابو حنیفه چقدر مرد دانا بود. اگر میگفت که مسلمان هستن، شاید که خودش کار میکردن؟ میزدن میکشتن. اگر میگفت که کافر هستن، در چی میدرمد؟ در فکر عقیده اونها میدرمد. گفت که همین خطاش داد که خودش جواب دادن که چی هستن؟ مسلمان هستن. بعد اینا گفتن که خیر، گفتن اگه اینش فهمیدن که اینا مسلمان هستن، بگو که همینا دوزخیان یا که جنتی. اگه بین احمقی این مردمه که با بعد دوزخ جنت قطعی کار میگیرن که تو باید بگو که اینا دوزخیان یا جنتی. حالا که ما مسلمانان میدونیم که کی جنتیه و کی دوزخیه، کی میدونه؟ الله فقط میدونه که کی جنتی و کی دوزخیه. در اینجا ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن که من درباره اینها میگم آنچه را که بهتر از من درباره قوم میگفت که گناهشان از گناه اینها بدتر بود، ابراهیم علیه السلام. اگر کسانی که از همان قومش واسه الله میگه که کسی از اینا اگر من رو اطاعت کرد و من رو پیروی کرد وای از من است، و کسی که من رو اگر معصیت کرد گناه کرد، تو خودت پروردگار رو چی هستی؟ بخشنده و مهربان هستی. ببین کافرها را حتی حضرت ابراهیم میگه که اینا رو دوزخ بر یک بره. البته جای کافر معلوم است که دوزخ از این یگان جای شک نیست، لیکن حضرت ابراهیم پیغمبر خدا بود، نمیگه که اینا رو دوزخ بر. چی میگه؟ الله میگه تو خودت میدونی بخششو مقصد چی است؟ تو بخشنده و مهربانی میگه. و میگه که درباره اینها من میگم آنچه را که بهتر از من درباره قوم میگه که گناهشون از گناه اینها بدتر بود. حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام وقتی که روز قیامت الله میخزونه و این نصرانی‌ها رو هم میخزونه، بسی حضرت عیسی میگه که ای عیسی انت قلت، آیا تو اینها را گفتی که اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو اینا را گفتی که من و مادرم را دو خدا بگیره در برابر خدا یا که بجای خدا؟ حضرت عیسی میگه که ما قلت لهم الا ما امرتنی به، پروردگارا من اینها را نگفتم مگر اون چیزی که تو من امر کردی.
یعنی آن چیزی که تو من گفتی من اینو رو همون چیزا گفتم، لیکن اینها بعد از من مقصد شرک کردن و من از خدا گفتن و مادر من از خدا گفتن، اینا خود چو کردن. نگ من همون چیزی که تو گفتی همون چیزا گفتم. بعد در آخرش چی میگه؟ این تعذبهم فانهم عبادك. اگر ای الله تو اینها رو عذاب کنی اینها بنده هایت هستند. یعنی تو اگر اینها رو عذاب کنی که تو هیچ چیزی گفته نمیگم. و این تغفر لهم، اگر تو اینها رو بخشی به همین گناهشون، فانك العزیز الحکیم، پروردگار تو عزیز هستی. عزیز یعنی عزیز با قدرت، توانایی که وی رو غالبش کس نمیآید. یعنی تو اگر اینو رو بخشی تو هیچ کاری کار کردن نمیتونه، هیچ گفتن نمیتونه. و حکیم که تو به نهایت خوب حکم میکنی. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه به این خوارج همین جواب داد که یعنی پیغمبرای خدا درباره کافرو همین گپا گفتن. من چگونه اینا رو بگم که جنتی یا دوزخی هستن؟ بعد میگه این خوارج که عقل داشتن کمتون توبه کردن و میگه پیشانی ابو حنیفه را بوسه کردن و بس کردن از آن عقیده باطلش رو اومدن چیکار کردن؟ در عقیده اهل سنت در پی امام ابو حنیفه نشسته درس گرفتن. یعنی اگه از خوارج صفاتای گریش چی بوده است؟ کافر گفتن مسلمان. علم اینترنت هم شما بینید هستن کسایی که به نام دین، به نام مسلمانی و گفته خودشون در دین خدمت میکنن، فقط مسلمان‌ها را کافر، مشرک، مسلمان‌ها را طعنه میکنن. این یکی از صفاتای چی است؟ خوارج است. همین شرک نه باشه. همین مثلا عقیده خوارج. عقیده خوارج هم یکی مثال مسلمان‌ها را شرک میگن، کافر میگن، مشرک میگن. حالا که مثال حدیث‌های پیغمبرمون داریم که اگر یک انسان تو مسلمان رو کافر بگوی، اگر اون کافر نباشه همین کلمه بسایت چیکار میکنه؟ میگرده. به همین خاطر الله عزوجل از این عقیده باطل چیکار کنه؟ نگه داره. و اما معتزله گفتگید، معتزله اینا هم خیلی